قراره بهترین غذاهای کشورم بدم دوستام تست کنن. کیا؟ سینا و حسین. کوچیکتونم خجالت افتخاریه. حالا خیلی هم افتخاریه نیست خیلی هم افتخاری نیست. آقا میدونستین کشور ما افغانستان از تنوع غذای چهارم کشوره؟ خوشمزگیش میگم. کدوم؟ بخوریم. نه جدی میدونستین؟ نه خودم. دروغه. خیلی دروغه. ولی جزو 100 کشور جهان هست. نمیدونم چنده دیگه. اول میکنم ایتالیا و فرانسه. آقا بس کن. برو دنبال منوهاتو بیار. چی بود اسمش؟ آقا بریم سراغ اولین غذامون. نگاه کن ناموسن چقدر غذا آورده. اینو کی بخوره کی نگاه کنه. داداشون پیش غذا سراغ اولین آیتم چیکن سوپ. آقا چیکن سوپ اینجا من پیدا کردم اصل نیست. چیکن سوپ مرغ دیگه بابا. اصل نیست آقا خودش. سوپش اصل نیست خب. ولی خب یه نمور مزه خود اصلشو میده. یه نمور فرست کی حسین اول تو دستان. قیافش که خوب نیست. بوی خوبی میده. بوی خوبی میده؟ آره. آجا خوشمزه است. خداییش؟ اینجوری که حسین گفت ناموسن من تست کنم. مزه والی میده. داشتنات منم میرسه؟ نه انصافاً هستنش. میدونی محتویاتش چیه؟ جدا از چیکن مرغ که بود هیچ. مثلا هویج و مثلا اینا گوجه و نخود و اینا. میدونی این مایه اصلی زرد که سفید چیه؟ چیه؟ شبیه زرد تخم مرغ. نه میدونی چیه اومد؟ تو هم نمیدونی؟ نمیدونم. خدا که اگه بدونی. خب چیه مزه ازش؟ مزه اصلیش چی بود؟ مزه اصلیش مزه اجیه ترشی. آقا پاچه گاو انقدر میجوشونن 24 ساعت میجوشونن تا رنگش زرد میشه پاچه گاو. من میدونم نذاشته بگید اینو نخورده. آره میدونی اسمش به افغانستانی میشه شورناخود اگه اشتباه نکنم. گوه میخوره شورناخودی نیست. شورناخودی نیست. نه آجی خیلی شبیه در یاروس کلا استودیو روشنه. اینا در بیار. چشامو داره میزنه. دیروز جوشکاری کردم چشام. خب آقا آیتم اول شما دوتا نظر بدین رای گیری کنید. شما دوتا ما که رای گیری نمی‌کنیم چون ما که خوردیم. 10 بهش نمره بدیم. چند میدی؟ از 10 نمره بهش براتون. از 10 آجی 8 میدم. 8 میدی بهش به عنوان پیش غذا سوپ. پیش غذا. ببین یه مزه عجله نکنید چون خیلی غذای بهتری هم هست. یه مزه‌ای داشت اون یه ذره من عجله که 7 ترشیه نکنه منظور یه ذره ترش میده نمور. مزه عجیبی این نمور شور میزد انگار. آره اون خودم فهمیدم. شور و شیرین انگار مثلا یه ذره با همه انگار چی میگن ملس میگن چی میگن اون شکلیه. درسته. اینجا دوستان آموزش آشپزی دوستان یه نمه. من ادیتورم. من آوردن اینجا. ما دوتا ادیتور. بریم غذای بعدی. آیتم دوممون آقا اسم این هست بولانی. یه جوری تو افغانستان میگن نان بولانی. ما میگیم بولانی ها ولی خب تو ایران خیلی مثلا ناشناخته است میگن نان بولانی. ولی آقا بوی کتلت میده. مثل کتلت درست میشه آقا. خمیر تو اول خمیر رو میگیرن ورز میزنن بینش تره گیشنیز سیب زمینی بعضیا مثلا هل قاطیش میکنن ولی اینو نمیدونم محتویاتش چیه. خدا انگار یه چیز بریم تست کنیم چجوریه. حسین اول شما بفهم. فقط وسط بعدا کیس میزنیش بیافته اون گوشش. من گوشت نمیخوای شروع کنی. بفرما. بسم الله. شما افطاری ما رو نگاه نکن. راستی محرمزونه. قضیه یادت ما رمزونه؟ داش دیگه الان تموم شد. که بسش قشنگ بردار. نه داداش آروم محمد. این بر شما. چرا؟ کمرت نشکنه. آقا بریم تست کنیم. زیاد خوشم نمیاد. خودم خیلی خوشم نمیاد واقعیتش. ببین همون کوکو سبزی یه سری چیزا رو داشت برداشتن. راستم همینجوری میشه. آقا میشه فقط. نه همون نه یه چیز بگم. جدا از شوخی من یه چیز بگم. این واقعا ملاتش کمه. این ملاتش خیلی واقعا ملاتش کمه. یعنی انگار مثلا 10 گرم سبزی ریختن توش 100 گرم آرد و خمیر و همه چی قاطی کردن. اصلش اینجوری نیست خداییش. ولی بازم خیلی مزه میده انصافا. یه چی بهتون بگم. سینا کیف کرده داش گوش نه اصلا کلا کاری نداره. میدونی این با چی حال میده بخوری؟ عرق. سس تیکش لطف کنید. شعور طرف. سس کچ. حالا خوبه عرق تا حالا نریدن نزدیک. حالا من نمیخوام بگم. عرق نعنا منظورش. من فکرم میکنم آقا سس کچاپ کنارش باشه با ماست.
حاجی خدای ترکیبش. هیچ بهتون بگم واقعیتی رو، من شاید 80% غذای کشور خودمون دوست ندارم. شاید باورتون نشه. این الان متولد اونجا نیستی؟ خب نه متولد اینجاییم ما. ولی علاقه ندارم بهشون. این الان دوست داری یا دوست نداری؟ نه. خونه باشه مجبور باشم میخورم. گشنه باشم. حال میده تو. اینا که تو بردار بابا. اینو قبل از اینکه بهش بولونی بدن 2 روز گشنه نگهش دارن. نظر رای. حسین یه رای بده. 5 از 10. 6 میدم انصاف. چی حال نکردی؟ 6 میدم. حاجی میدونیم مزه خاصی برام نداشت. کوهو سبزی بود دیگه، فقط با یه خمیر. تازه نبود، تازگی نداشت. یکی همون تازه نبود، یکی هم مثلا یه طرف کلا انگار سبزی خیلی زیاده. سبزی که توش استفاده شده. پس اصلیشو نخوردی. اصلیش انقدر توش سبزی زمینی زیاد داره. مثلا سیب زمینی است که میدونی ما به سیب زمینی چی میگیم؟ باش فکر کنم تو نون خشکشو خوردی. میدونی ما به سیب زمینی چی میگیم؟ میدونی؟ سینا میدونه. میدونی؟ کچالو. کچالو. کچالو تو بخوره. قشنگ. آقا بریم سراغ آیتم سوم. میریم سراغ آیتم سوم. آقا من تو بگیرم. غذای سوم ما دورم اینه. آشک. بهش میگن آشک آقا. اشک. همون اشک شما. آقا آشک محتویاتش همون خمیره، داخلش دوباره سبزیه. خب با ماست موسیر، ماست سیر فراوان. اصلا عشق من تو بوی سیر که اصلا بوی سیر اصلا دیوونم که قبول دارید؟ آقا ظاهری چجوریه؟ ظاهر خوبی داره حاجی. ظاهرش خوبه؟ آره. ظاهرش چجوریه؟ ظاهرش انصافا خوبه و اینکه دهنمون چقدر قراره بعد این بو بگیره. آره اینو حق میدم بهتون، ولی آقا خیلی طعمش به نظر من که خیلی حال میکنم. تست کنم آقا 2 تا این آیتم ما 2 گزینه داره. یک بدون خورش، 2 با خورش. خورش هم داره. خورشش خداست. آقا بریم بدون خورشش تست کنیم. سینا حسین داش بسم الله بفرما. داداش تو رو خدا تعارف نکن. نه به جون داداش. نه آقا من و تو نداریم. من و تو نداریم. آقا با هم دیگه 3 2 بابا این آجی باره. وایسا نه انصاف. بابا میره. بنداز. خیلی خوشمزه است. با این حال کردم. خوب بود؟ آره من با این حال کردم. حاجی بعد برنامه اینا رو بده من گوش نمیدم. بعد من این چیز دیگه هم میدم بخوری عزیزم. یه غذا دیگه هم گوشه هست میدم بخوری. اون غذا اصلیه. نه اشکال نداره. بدون خورش نظر بده. رای گیری کن نمرت بدم. بدون خورش واقعا به 8 تا میدم. خیلی خوشمزه بود. جدی؟ آره. حاجی منم دقیقاً همون 8. انصافاً 8. خیلی ببین ماسته اصلا ایول آقا خوب بود. عشق من موسیقی خیلی دوست دارم. آقا نمیخواد به لباسمون یه نظری بدین شما خداییش بابا؟ لباس که محلی اون بلند شه وایسا. پاشو وایسا. صندلی یه شیک بزن. نه خدای لباسم قشنگه. لازم اسکت، یعنی همون کتش هم نپوشیدیم. خیلی اون شیک می‌کنه. کتم داره. کتم داره خیلی مش. آقا بریم با خورشش. واسه خورش میاری. آقا قاسم گفت. اینو بذار کنار دوستان. عوامل پشتنه. خب آقا بریم برای خوشم برای خودمون بریزم برای حسین. بریزش من نمیام. داداش بفرم. بریزم. قاشق نمیخوایم الان که. داداش خورشش خیلی خوشگله. بیا خدا لعنتت کنه نگو. بذار ما با هم میخوریم ولش کن. چی شد حاجی؟ نگاه کن اینا رو. آقا سینا داشت قاشق چنگال تو کدوم بود؟ بفرمایید. حاجی این بود. همین بود. خب نه سرویس. ولی این آقا خورشش خورشش مثل قیمه است. خب خیلی هستم اینو. مثل قیمه است. خب لپه داره و خورش داره. اون ترش و تندیش برای من خیلی باحال بود. داداش آروم بخور. تو خوری؟ آره. ایول. سری میخوری یعنی؟ مصطفی کسی که با مصطفی هم سفره میشه همینه داداش. کیو من سفره شده؟ بابا نه. اسم میگم ولی سانسور میکنم تو ادیتور. نه. آقا جدی خورشش خیلی من به این 10 میدم. جدی؟ با خورش 10 میدم. خیلی خوشمزه بود. خیلی حال کردم. آقا چی ترسیدم. قاسم داداش رکوردها رو قطع کنین خیلی خوبه. واقعا خیلی رکوردها رو برمیگردن.
سینا نظر بریم یه داش بذار یه بذار بخوره بچه‌ن. بذار بخوره قشنگ این بخوره. سومی تو خوردیده داشت تو کی میخوای نظر بدی؟ آره موقع تمام شد. خیلی آشغالین شما. خیلی قشنگ. ولی هستمش. اینو دیگه 9 از 10 میدم. 9 از 10 بهش میدی. آره. من با دهم. خورشش یه ذره چیز تره. آشک. بریم سراغ آیتم بعدی. بهتره. آیتم چندم؟ چهارم. آیتم چهارم. من یکم هول کردم. آیتم چهارم خیلی خفنه حاجی. بچه‌ها اسپانسر ادیشنه. نه. اسپانسر آیه اسپانسر اگه آقا نونای محلیمون تو افغانستان تو کابل دونه 10 روپه. یعنی چند؟ 10,000 تومان. 10 افغانی. این نوناشه خب. این جدا از نون. غذایی که داریم قطعا دیدین دیگه. کی دیده؟ شامی کباب. بهش میگن شامی کباب. ولی یعنی یکم سرد شده ولی خودش یکم تمام احترام فکر کنم این مال 2 تا کشوره. ما هم داریم. ما هم داریم اینو. ولی این نه یکی از یکی از غذاهای چیزمونه دیگه. مثلا غذا خیلی اصلی مونه. خیلی اصلی مونه نه ولی مال خب ما تو مثلا رشتاش فرق میکنه این شکلی نیست. برام یه مقدار فرق ذره داره. چیزتره. دوربین اگه بتونی ببینی آره سر معلومه. سیخ زده میشه با سیخ درست میشه دیگه. آقا این آیتم فیوریت منه. خیلی دوست دارم. من دارم نگاش میکنم. خداییش خیلی خوب آقا. تست کنیم دوستان. فرم. با نون یا بدون نون؟ من که بدون نون شروع میکنم. یه لحظه کلا من و بنده خدا محمد هیچ وقت قاشق تو دستمون. یعنی هر موقع میاد یهو اینجوری داریم نگاه میکنیم قاشق کو. آقا من یه چیزی بگم، یه نکته بگم. میخوام یه چیز دیگه بدم. اول اینکه اصالت افغانستانیا اینه که با دستشون غذا میخورن. آره همه اگر ما اینجا داریم با چنگال و هندی نه خب نه فرهنگمون اینه. فرهنگمون اینه. بعد اگر یه بار خودت امتحان بکنی با دست غذا بخوری اون موقع میفهمی طعم اصلی غذا یعنی راست چی. میگه. واقعا دست خیلی تو نه جدی نه، میگم. ما که ادیتوریم چرا این عینک تو داری نداریم. بیای لطف کنی. آقا چشم میزنه. اوه چقدر زیباش. داداش، آخه عینک عینک تو بزن. عینک شما چقدر سفید عینک تو حاجی عینک تو بذار. همون بزنش بهتر. داش می‌خواستی خرابش کنی خب میگفتی جوری که خراب کردی. آقا بریم تست کنیم. بریم. اول بدون نون برو. عجب لاشی خیلی خوب بود حاجی، خیلی خوب. تست کنم آقا. با تست کن. من با دست میرم. منم چاره‌ای ندارم ولی خب آستینا رو بر میزنید اول. خیلی با ما فرق داره حاجی. نه انصافا پا. حاجی خیلی خوب. آشمزه خیلی خوبه. 3 مدل شامی داریم ما. وری اسپایسی، اسپایسی نورمال. من اسپایسی گرفتم. نه وری اسپایسی نه نورمالش. نه این تنده. یه مقدار تنده ولی داداش، همون تندترشون تنده. نمیشه. ولی تندیش خیلی خوبه حاجی. تندیش حرف ندارم از من. خیلی خوشمزه. آقا نون ما رو هم تست می‌کنیم زحمت. من دوستش دارم. نمیخواد داداش. من امشب دوستش داشتم. داداش بفهم. عشق داداش بفهم تو فدای تو خدا بشم، تعارف قربونت نکن. بشم، خاک پاتم، نوکرت، داداش، شکرتم. اشکال نره. بریم. قربون با من همه مرام. از اینات با من. ممنون خروجم. چرا؟ بخاطر سربازی. نخند. ولی حالا حل شد بریم خدایش. خیلی خوب حاجی. اینا که انقدر اینا نمیخوام جلو دوربین آخه دوربینم نه دوربین نباشه من میگم میشه اینا. انقدر مهمون نوازن شب هیچ کس رو کوچه و خیابون نمیخوابه. آخه بخوابم جرئت نمیکنه بخوابه داداش. نه جدا از جرأت تا چیز خیلی اذیت میکنه نمیخواست ببرم. ولی اصلا خیلی مهمون نوازه. منظور می‌خواست مهمون نوازی رو برسونه. اون بعد پشت زده آقا مهمون نوازی رو خواستم بهتون برسونم. خیلی مهمون نوازه نوام. واقعا دارم بریم بهتون حاجی میگم. افغانستانمون نشه. حاجی آب ندارین؟ چای راستی چای. حاجی یه چیز دیگه هم که هست، ما افغانستانی‌ها تو هر بعد غذایمون چای می‌خوریم. باور کن. با هر بعد غذایمون ما چای می‌خوریم. یعنی یه غذا اینجاست، یه لیوان چای اینجاست. راست همیشه میگه. چای می‌خورن. داش من نمیخوام نجات پس کنم ولی ترکام ما چاییامون خیلی خوشمزه است. ما چای سبز داریم داداش. چای برای سبز وطنی. مناطق شمالی کشورمونه اونجا مثلا پرورش داده میشه درست میشه جای سردسیر ولی خیلی عطر طعم خوبی داره. من به خودش 10 میدم.
ده میدی به خودش؟ نونش ولی دوست نداشتم 3. نونش چرا میشه دوست نداشتی؟ چون سرد شده. خب آره فکر کنم داغ باشه. این داغ باشه خیلی خوشمزه، اصلا سنگین نیست، انقدر سالم آقا که ولی خالی یه خالی امتحانی کنیم یه چیزی رو نمیدونم جوابه یا نه. نکنه چای شکر می‌خوای؟ نه گفتم میخواد الان بگیره. خب بگو داداش من گشنمه. من شو برم دیگه، چرا یه بهونه در میاری میخوای یه دست بکنی تو؟ نه بانونش باز بهتر میشه. خیلی خوب مخالفی برای شما. بار دوم حسین میگه بانون، نه تو میگی بانون. بانون بهتر میشه. تست کن. حسین داشت میخوای یه بار دیگه تست کنی؟ دفعه نظر دو سه بار یه تست کن حسین. فلفلش هم میخوای بخور تست کن. گوجهش هم بخور. تو باید مثبت بدی. چند میدی بهش بده نون؟ 10. بانو بدون فرق نمیکنه. بانونش همون 10. بانونش یعنی شامی کبابمونم 10. با شما خیلی فرق میکنه. اوکی. بریم آیتم بعدی دوستان. بعد از یک غذای نسبتاً اسپایسی تند، یک چای مشتی دبش که دبش نیست، چای سبزه، میچسبه آقا. 100%. آقا یکی از نوشیدنی جوس های خیلی فیوریت کل کشور افغانستان چاییه. سر هر غذایی که ما میخوریم باش چای باید باشه. مثلا کوکا میذارن، آب میذارن، همه چی میذارن، ولی اصلی ترینش چاییه. یعنی مثلا چای باهاش میخورن یا بعدش؟ باهاش میخورن. هم باهاش میخورن هم بعدش میخورن. یه قوری تک نفره ارزش مثلا 3 لیوان جواب میده، 2.5 لیوان همیشه بینشون هست میخورن. اون ویدیو رو دیدی کریستیانو کوکا رو میذاره اونور آور میداره، اون آب نبود، چای افغانستانی بود. الان شرکت افغانستان میره سهامشو بخرید. نمودار نمودار بر بالا. نمودار اینجوری میره الان بالا. آقا چای سبز بخورید ببینید تا حالا خوردین این چای سبز. این چای سبز اصله. من خودم آوردم، خیلی اصله. کیلویی فکر کنم 1.200 بود. نه 1.400. 1.500 بود که 1.400 بهم داد. کیلو 1.400. با تمام احترام عوضی حقوق منو ببر بالاتر. خب 1.200 کابل که عجب آشغالی. خوبید؟ اوی آقا ولش کن. رأی بدید، نظرتتون هم بگید. میدونین رنگش کلا چای سبز گفتی اسمشه؟ چای سبز رنگش کلا با چای ما فرق داره. هیچ این از این. دومندش که مزه خاصی نداره برای من. مزه انگار ما با جوش خالی. 2 لیوان دیگه بیاریم بریم. نه این تا بخواد راضی باشه فکر کنم راضی باشه خیلی طول میشه. این که یکم نازی زیاده با لنگ کروز باید بیاین نمیشه. آره داش الان ولنجک به پایین کنسل داداش. بس ما رو بگید. آقا نظر سینا. من به این 3 میدم. از جد نکن از 10. آره خوشم نمیاد. جدی؟ آقا نسبت به غذاها به نظر امتحان نکن، نسبت به نوشیدنیایی که میخوری بگو آقا. خودت چای میخوری؟ اگه بحث با غذاشو بخوایم حساب نکنیم، حالت عادیش من همون 7 از 10 7 و نیم 8 اینا از 10 رو بهش میدم. خب و 7 و نیم هم داریم دیگه. آقا قبول. نه جدی آقا، نه بابا جهنم و ضرر همون 8. خب 8. خب اشکال نداره. 8. بچه‌ها پشت صحنه یکم کم کاری میکنه. کی بود؟ کی زنگ زد؟ خب جواب ببین کیه؟ سارا کیه؟ سارا چیه؟ گوشی بده واسه. گوشی حسین بود. آقا سارا میگه گوشی واسه ببینم. سارا بعدن زنگ بزن وسط از برای اون که آقا بده خود زنگ بزنم دیگه. آقا بعدن. نه جدی بذار بعد باشه. خواستشون بده که الان من آیفون دارم. من که میدونم دیگه. والا تو این آیفونش گذاشتی. عوضی شما آیفون دارید. من با سرچ دارم میکنم تو گوگل بابا. شما هر ستاتون آیفون دارید. من ردمی نوت 8. من 10 دارم. من ردمی دارم نمیگم ردمی دارم. شما آیفون 8 من 10 دارم. داش باریکالله. هزینه 7 8 3. برای چی 3 دادی؟ من جواب اینجا جواب پس بدی. از چایی هم خوشم نمیاد. خب اوکی. هست اون دلیل قانع کننده ایش. من
از چای بغیر از چای سبزی که بعضی موقع روزی 1 لیوان میخورم، اصلا با چای حال نمیکنم. مثلا اومد بگه من خیلی واکراسم روزی 1 لیوان چای سبز میخورم. چرا با لهجه سوال چرا می‌کنی؟ یعنی چرا مثلا من که نمیدونم دلیل چی بود ولی اشکال نداره. همینطوری دوست داشتم. اوکی. بریم آیتم بعدی؟ Let's go. بریم. نه دوست داشتی آیتمو؟ آی پشت صحنه یه رسیدیم به آیتم پنجم. آخر دیگه آیتم آخرین آخر. آیتم. کی میگه آخره؟ چه آیتمی چیزی دادم بخورین؟ شاید ما دادیم خوردی. یه چی راست بگم میگه. آقا 1 2 3 این اتاقم الان هیچ صدای ازش رد نمیشه. اولا میشه اینجوری 1 2 3 حساب نکنی، شما نیم هم نیستیدش کدومتون. سر هم بذار جمع بزنم رو میز بفهمم. انگوش کوچیکه هم نیست. آقا بریم سراغ آیتم آخر. آقا به این میگن قابلی پلو. قابلی گفتم یکم مثلا به لهجه ایرانی میگه قابلی پلو. قابلی پلو. ما یکم با لهجه میگه قابلی پلو، ولی ایرانی‌ها بهش میگن کابلی پلو. ولی کابلی پلو اشتباهه آقا. خیلی گفتن کابلی پلو، حتی کوروش و میام گفتن. کوروش گفت کابلی پلو، میام گفت اینجا نوشته کابلی پلو، ولی کابلی پلو آقا اشتباهه. بهتون بگم برید زیر پستشون کامنت کنید بگید کابلی پلو اشتباهه. نه قابلی پلو آقا. قابلی پلویی که داریم ما تشکیل شده از برنج، یه سوال. هویج که ما بهش میگیم زردک، کشمش و گوشت. این رنگش که میبینی یه مقدار رنگش زرد شده به خاطر روغن و به خاطر مثلا آبی که خوش قاطی میکنه. همیشه باید قاطی کنین باشه آبا. این یکی از اصلی ترین غذای کشور افغانستان محسوب میشه. ما 100%. این اصلی ترین غذاه، یعنی همه جا وجود داره و به قول گفتن این مدرن ترین و بروز ترین غذا افغانستان میشه، چون همین الانش هم تو هر مراسمی که تو افغانستان شما بری بهترین غذا همین غذا همیشه همینه. بهش میگن قابلی پلو. بعد من یه سوال خیلی فنی دارم. برنج هم مال خودتونه یا نه؟ نه برنج برنج هندیه. ما برنج افغانی نداریم. نه داریم؟ نه. نداریم. من برنجی که یعنی تو کشور خودتون کش بشه ندارین کلا. شاید داشته باشیم ولی داریم ولی خب اکثرا نمیخورن، خیلی صادر میشه بیشترش. بیشترش خود اونجا استفاده نمیکنه. حسین بیا. نمیشه کشور بحث که اصلیش چیه؟ اینه که قابلی رو تو با گوشت گوسفند بزنی. آره خداست به سر. مثلا یه سری ها هستن حالا به خاطر قشر ضعیف جامعه که هستن مثلا شرایطشون نداره که گوشت گوسفند بخرن، ولی با مرغ مثلا گوسفندو که حالا اصلا یارو میگیم 1% جاش هم نداره بخره. حالا نه منظوری که گوشتش میگه گوشت. ای خدا من یه چیزی بگم داداش نداشت. داش بسم الله. گوشتش خیلی خوبه. گوشتم بزن لاش، بزن تنگ. چرا بزنین لاش؟ میگه بزن تنگت. خیلی بیادمه بازی. واقعا من تو حیف مثل بینیم. بریم. برنج. وای بهتر. خیلی خوبه. من نبودم. عجب صدایی در میاری. عجب صدایی در میاره. خیلی دوست داریم مصطفی. عجب چیز خوبی هست. عجب. شما فلان حفظو برام شما گردم. چین اول نظر تو رو میخوام. نصفه. نظر منو برای چی؟ همینطوری نظر چیه؟ در مورد غذا انصافا خوبه. انصافا خوبه. چند میدین اون رو بده. ببین من یه چیزی رو تو این خوشم نیومد بحث کشمشش بود. کلا نمیگم البته این من کشمش خور نیستم. خب تو حتی این عدس پلو چیه تومونم میریزن اصلا همیشه خدا مشکل دارم با این قضیه، ولی اگر غیر از قضیه کشمشش رو حساب نکنیم گوش نداده داشت. بابا همه گوش نمونه. چرا این بابا نمره بده. 8 نمره بده نظرت آقا بگو. من گوشتش خیلی خوشمزه بود. گوشتش منم کشمش دوست ندارم. وایسا. منم کشمش دوست دارم ولی خیلی خوب بود. 10 بهش میدم آجی. هم گوشتش خیلی خوب بود هم برنجش خوب بود. کلا تا الان نمره های حسین بیشتر از سینا بوده. آقا اریتورین بالا جمع کنه خودش. این نمره کی بیشتر بوده؟ میخوای نمره ندم آقا 2 بدم. خوشمزه بود دیگه. نمره حسین بیشتر از نمره سیناه. آره. چرا سینا نمره کمتر داداش حالا بود؟ نمیشد بگی جمع نکن. آدم پیر بشه ولی نشه. هم خودش سانسور کرد هم ادیتور قراره سانسور کنه. داشت جمعش کم درکم کرد. میخواین هستم. منم هستم آجی. خیلی خوب بود.
من راضیم. راضیین؟ حاجی من نظرتون در مورد غذاهای افغانستان چیه؟ خوشمزه بود. نه انصافا من فکر نظر می‌کردم کلی. غذاشون مثل هندیاست، خوشمزه نیست. آره منم ولی غذا هندی مگه خوردی؟ دیدم قیافش معلومه دیگه. قیافه ای حس می‌کنی؟ همون که میگن تو دست اینجوری میکنن میزنن نه اونجوری میگن بسم الله. نه اون آفریقایی بود. نه نظر کلی تو میخوام. خب یه رأی گیری کن کلی به این غذا. کلا بخوام به این غذایی که دادی از 1 تا 10 نمره بدم 8 تا میگیرم. 8 میده. هورا. من همون 10 رو میدم به به. چون ظاهر غذاییش دقیقاً همون نزدیک به ما ایرانی‌هاست. آره. اگر دقت کنی گفتم نظرت رأی تو بیشتر از اینه. خب عوض شد خدای شکر. فکر کردم من فقط خوب جیغ میزنم. اونم خوب جیغ میزنه. خوب چه یه چیز دوباره دیگه دیگه خاموش شد میریم سراغ بعد. خاموش شد میریم سراغ بعد.